بله 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 بله. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، رمضان گفتیم تا مونده شدیم، زیر ثابات شما پوده شدیم، زیر ثابات شما پوده شدیم. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. با نام خدا با عرض سلام کرام به خدمت شما دوستای نازنین. دوستای نازنین، خوشحالم که یک شب دیگری فرا رسید که از کانال هرات برگ از برنامه لایف در خدمت شما باشیم. دوستای نازنین، امشب ماه مبارک رمضان، هنرمندایی که در کنارمانم با چهره از اینا شما آشناییم، بازم برای شما معرفی میکنم. برادر محترم ما غلام سخی جان غلامی که یکی از هنرمندای معروف هرات چیک افغانستان، پدر ما، نقش پدر ما که دارم، آقای محمد امین جان محمد یعقوب جان امینی، ثابت جان فرزند آقای غلام سخی جان غلامی. برادر خورد شما که میفهمید دیگه 65 تا اسم دارم، یکی عملی نیست چیه. گلک هم به خدمت شما امشب برنامه لایف هر فرمایشی که داشته باشیم ما به خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز، شماره واتساپ هم 2093 797 27 21 31 در خدمت شما میتونیم به واتساپ تماس بگیریم. خود هر هنرمندی که هم کلام میشیم ما به خدمت شما نیم. هر خواهشی که داشته باشیم از کانال هرات برگ انال صحبتا که بشود، باز خواهشی که ما دارم دوستای نازنین، کانال هرات برگ در خدمت شما نه هم هنرمندا. البته معذرت که امشب دیگه هنرمندا تشریف نآوردن به خاطر که بعضی راهاینا دور بود. انشالله به حساب برنامه‌ها و گزارش‌ها و دیا بریم، بالاخره به ولسوالی‌ها بریم، حتی به ولایت‌ها بریم، در خدمت شما هستیم. فقط خواهش شما همینه که سابسکرایب و لایک و شیر، همون زنگولگک سعی کنیم بخدیم کنج تلویزیونا شما نه، همون زنگولگک کردن گوسپندا ببینیم هم فشار بدیم. گزارش‌ها، نمایشنامه‌ها، تمام ویدیو ما میتونیم از کانال هرات برگ مشاهده کنیم. خب تماس اول برادرمان هم سعی کنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. قربان شما، وقت شما بخیر. برادر گلم، صحت شما خوبه؟ بخیرین؟ فرض خدا قربانشان. نیم جان، صحت شما خوبه؟ یا خوشحالین؟ همکارات، دوستا، برادران همه خوبم. خیلی خوشحال شدم از اینکه در چینل هرات برگیم و چند سوال شخصی داشتم به ارتباط همین چینل شما که میخواستم از خود شما معلوماتی بگیرم. قربان شما. اول که نماز و روزه شما قبول باشه به درگاه حق. بازم ما به خدمت شما نمی‌خوایم. قربان شما، سلامت باشیم. تشکر. خداوند قبول کنه. جمله مسلمین ما هم دعا میکنین تا عبادت شما قبول حضرت حق که شما در افغانستان افطار کردیم و ما هنوز پیشین مانه وقت عصر دیگه، پیشین خلاص رو به عصر ما دیگه. خداوند قبول کنه. نیم جان، میخواستم از شما پرسان کنم که شما فعالیت شما فعلا در چینل هرات برگ، اگر در هرات برگ هستیم ما بیننده چینل خود شمانیم. اگر شما در دیگه چینل که مثلا به شما نامبر و شبکی او کی بود، ایدری بود کی بود، اگر بود شبکه فعالیت داریم که ما بیننده از شبکه نیم. قربان شما، زنده باشین برادر. فقط همین کانال هرات برگ در خدمت شما نیم. شماره واتساپ هم هست، هر وقت فرمایشی داشتیم ما گزارش هم داریم، برنامه داریم که به دیا میریم، از ولسوالیا، از قریاجات، از مستفیدا، سوال جوابا داریم، بالاخره برنامه تفریحیه. شماره به خدمت شما میتونید شما تماس بگیریم. بله
نمایش و گزارش و هر حساب کتابی که ما داریم فقط تنها میتونیم از کانال ایرادبورد مشاهده کنیم. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. آره من به حساب به اصل جواب خود برسیدم که شما مستقل در چینل خود رو یعنی همین چینل ایرادبورد کار میکنه و از طریق از این چینل دیگه نمیخوایم مهم و مرکلم مثلا به ارتباطات و پشت سر چی که پای بزنیم آدم غلط دقلی پشت سر به ما فیلم های رایی میکرد که شما ما چون کمک کنیم ایت کنیم اون کار بکنیم. گفتیم بابا جان ما که کسی به ارتباطات تو شناختی نداریم ما از کجا معلوم ما پروف رایی کنیم تو با نفره که بگون تو برسونی. خیلی یک فاشا بعد هم برای من رایی کرد و از آخر من بلاک هم کرد از اونجا گفتم خب باز رو از بری دیدن میاییم تو پیدا میکنیم بالاخره که تو گپ میداری این کارا لیاقت یک انسان نیه. نه من از شما یک خواهش میکنم فقط به خاطر که برنامه لایف خواهش برادری البته از طرف ما 3-4 نفر باز زمین گپ و سخن اگر داریم ما کاری نداریم منطقه به خاطر از این که هرچی نکنه او هم برادر ما هم کار ما مثلا ما خدای نکرده گپ سخن به شما روادار نیم به زینام روادار نیم. خود دیگه بعض کارهای شاید پیش بیایه مشکلی نداره. تشکر از شما. خیر ببینیم برای من. نیم جان هدف از ما دیدار شمانه، دیدن چینل شمانه، برنامه های زیبای شمانه. وقتی که ما وارد او چینل میشیم من نمون که به شما بگم خدا شاهد روزه بدهنی فقط صرف خاطر فیلم شمانه که ما وارد میشیم میبینیم شما را ما از کجا پیدا میکنیم. ما به زی خاطر این یاد میکنم اگرچه که وقت یادآوری نیه که آدم یادآوری کنه این به زی خاطر یاد میکنم که همشهریان ما که خارج از کشورم باید فریب و گول همچه اشخاصای را نخورن. دیگه ما کار نداره. خیر باشه وقتی در پیش مشکلی نداره. قربان شما در دل دیشان میخواستم با شما در جریان بگذارم به سوال ما شما همین بود فعالیت شما در چینل ایرادبورد همینه و هدف خوب رسیدم موفقیت کامیابی شما میخوایم. خیلی خوشحال شدم. آقای غلامی عزیز به دوستای گرامی رم خیلی سلام احترامات تقدیم کنیم. دیگه خوشحال شدم. وقت خوب خوشی داشته باشین. خیلی خیلی خوشحال شدم برادر گل. همچنین زنده باشین. قربان شما برادر من. سلامت باشین. تشکر الله. وقت شما خوش. خدا نگهدار. خدا باشید. خب دوستای نازنین البته من یک خواهش برادری خواهش دوستانه دارم. هر برادری اگر مستقیم هدف من شخص مثلا یک گپ خدای نکرده یک روز از من شنیدم لطفی بکنم مستقیم همین شماره اگر با شماره شخص تماس بگیرم خب خیر باشه. گپ اینه برادرم درد دل داشتم. خب مثل که دوستا اشاره میکنم. بله سلام ساعت شما خوبه برادرم. شب شما بخیر. مثل که تماس قطع شد. دوستای نازنین ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله هر فرمایشی که شما داشته باشیم خودی همکارا خودی هنرمندا در خدمت شما هستیم. خب در کار بکنیم دیگه که بنیندام خسته نشه. فهمیدین؟ خب بس بدید که ما شما معرفی بکنه خود معرفی نکنیم گفتی معرفی کنیم ما شما رو معرفی میکنیم. شوخی کردم همین که شما نماینده رو بگیم خب معرفی کردیم. من یک چیزی گفتنی دارم. خب شاعرها و بزرگوارا هر چیزی گفتم به جا گفتم و صحیح و درست گفتم. صحنه تمثیل در نظر بیهوده نیست. صحنه تمثیل در نظر بیهوده نیست. عبرت آموزی خردمندان بود هر پرده. اگر شما برنامه از ما میبینید، نمایش میبینید یا ویدیویی میبینید ما کوشش میکنیم که به داخل این ویدیو خود یک پیامی حرف برای گفتن داشته باشید که کسی اگر برنامه ما نگاه کنه از یک چیزی هم بیاموزه. هدف ما امینه که همیشه لابلای برنامه خود ما هدف این هم داریم که به مردم خود خدمت ما
از طریق هنر که داره. خب اشتراک. خب یک نمایشی هم شما دو نفر بگیریم کار کنیم. مثلا باشه سعی کنیم اینا شما زعفران قرض کردم تماس داریم. بله سلام، شب بخیر برادر من. سلام شب بخیر. خوبی برادر؟ قربان شما، ساعت شما خوبه؟ بخیرین؟ بد باشیم، سلامت باشیم انشالله. به اون سلام آقای غلامی و اون همکاران. قربان شما، زنده باشین برادر من. زنده باشیم. اینجا ما خیلی یکی از طرفدارای سرسر کرده خیلی پیام دادیم براتون از واتساپ اینا. همیشه نگاه میکنه از یوتیوب، ما خیلی طرفدارتونیم. انشالله که همیشه باشی و بالا سرمون، انشالله که همیشه مردم بخندونیم و ما راضییم. خیلی بعد وقتایی هست که ما خود تنهاییم داخل یک اتاق اینا، یا حالا هر جا که هستیم بعد داخل یوتیوب میریم به دیدن فیلم‌های شما که آرامش می‌گذره، روحیت خوبی داریم، شادیم. بعد انشالله که خداوند بیشتر شما توفیق بده به بهتر یک مردم بیشتر بخندونیم و بهتر باشه. بعد چند روز البته این از داخل یوتیوب پیدا کردم و شما رو نگاه میکردم که حتی الان به پخش زنده من نگاه کردم، دیدم بعد دنبال کردم و الان زنگ زدم تا گفتم چند کلمه بگم که بشنوم از زبان خود شما. قربان شما، تشکر از لطف شما برادر من. ما تا زنده باشیم به خدمت شما هستیم انشالله. خودی هم دوستو همکارا و فقط اگر ما فراموش شما نکنیم دیگه. ما فقط بم حساب چی بگم دیگه گفتن مالدار بم زحمت شما کمک روادار هستیم که زحمت بکشیم. فقط سابسکرایب کنیم، لایک کنیم کانال هرات برگ، ما فراموش نکنیم انشالله که ما همیشه نگاه میکنیم. بعد کلا یوتیوب ما از صبح تا شب خود ما این بچه‌های خیلی حتی کارگرای از خود مثلا ما بیکارای هستیم که کلا به کانال شما رو ما دنبال میکنیم. حتی روی کانال ما زاده رحمانی اون روی یوتیوب ما همیشه هم پیام داریم و همیشه هم نگاه میکنیم و خوشحالیم به اینی که مردم میخندونیم و خود ما روحیتمون شده. بعض وقتای حتی داغ میاریم بعد نگاه میکنیم بعد تا اول که خدا آرامش میده، بعد اونم از روحیت شما رو که میبینیم و اینا خوشحال میشیم. ان شاءالله خداوند شما رو داشته باشه برای مکبری همیشه ما رو بخندونه. قربان شما، زنده باشین. سریال چورتوکل هم نگاه کردین؟ سریال چورتوکل والا من کلا از اول تا حالا همه رو نگاه کردم، ولی این سریال چورتوکل رو خیلی از اون قسمت کوچیک‌ها رو نگاه کردم. درست میگی. خیر ببینید، تشکر. جایی که قربان شما. من اینجا دوستم خود معرفی نبود حقیقت تماس گرفتم از کشور. از کدوم؟ از ایران ما تماس گرفتیم. اسمم میرویس، از ایران تماس گرفتیم. 7 سال اینجوری. بسیار خوب، بسیار خوب. خوشحال شدیم صدا شما شنیدیم. تشکر از شما. زنده باشین. زنده باشین. لا زنده باشین. آقای غلامی و هم سلام برسونیم به خدمتشون. ان شاءالله که ما همیشه در این کانالایتون حالا بعد بتونیم زحمت‌های بیشتری بکشیم. ان شاءالله بل بتونیم ما زحمت بکشیم. شما که همیشه زحمت برای ماها برای بینندگان. ما به خدمت شما. تشکر. خیر ببینید. خب بله سلام علیکم. السلام علیکم. سلام از ما برادر گلم. ساعت شما خوبه؟ شکر زنده باشید. سلامت باشید. من معروفم از صحبت زنگ می‌زنم. خیلی خوشحال شدم که هم شما هم آقای غلامی و هم دیگه رو می‌بینم. برای ما شما خودش خیلی باحال و خیلی مداره. چه زیاد دیگه مست بگم اینه که مثلا ما کویک خاص مثل افغانستان یا ایران ندیدم. خیلی خوب میشه که مثلا برنامه‌ای جور کنیم و تیار کنیم که از شهرهای هرات و جای نشون بدیم. خیلی کنجکاوم ببینم چی رقم جای هرات. بسیار خوب برادر من، خوشحال شدیم که صدا شما شنیدیم. این دوستان همکاران برای شما سلام دارم. ما فقط به خدمت شما فرصت بدیم که می 7-8 روز دیگه از ماه مبارک رمضان مونده. انا باز به استرالیا میریم ان شاءالله تا کابل نیت داریم به خیلی خوشی بریم به دیدن دوستا. به تصویر میکشیم که شما همسایه خود ببینید. تشکر خیلی. اگر دیگه است ما از ولایت از ایران ما از گذره از قریه که
همین صاحب بشین دیگه من خودم که تو نایدم چکا و گوشتنک ما کردم زرپای مجسمه بله بله من تو برارم ازم گذاره نگه ما و شما دیواره ما و چکا و بچنک هم برسیم بله همین تو دیگه باز بگذار سی روزانه شما قبول باشه خوش باشه تو نگفتم زنده باشیم هم شما همچنین هم شما همچنین تشکر زنده باشیم سلامت باشیم خب روز خوب یا شب خوبش باشه لطفا دیگه آرزو میکنم زنده که باشیم دیگه خوشحال شدم قربان شما های های برارم ساعت 10 بجه شروع بشه روز با ما میگیم های های خیلی باشه این هم ما تحمل میکنیم خاطر اینجا بحث روزه هنوز ما وقت روزی خوربات کردن سیر شدیم شما همین روزه داریم یعنی از ما هنوز ساعت بعد که صبح 8 و بعد از جمعه 8 و 48 بعد نه 8 و 50 دقیقه از اون میشه 8 و 50 دقیقه ساعت تقریبا 6 و 53 دقیقه بسیار خوب خوشحال شدیم صدا شما شنیدیم از تیم استاد پشت خطم تشکر از لطف شما تشکر زنده باشیم شب خوش خداحافظ قربان شما بله سلام علیکم سلام علیکم نیم جان تیار خوشو قربان شما برار گل مساعد شما خوبه فامیل محترم خوبم شکر زنده باشیم انشالله که تیار خوشحال باشیم هموق دگیشتم که چند وقت بود که کانال شما عوض شده بود و همین کانال نیربور که پیدا کردم قربان شما من چند روز برفتم پیاده به ایران رفتم دیگه انا تعطیل بودیم انا ما باز آمدیم به خدمت شما هستیم دیگه فقط انا اگر دوست داریم خودیت هنرمند از این دوستا هم کلام شیم به خدمت شما هم هر خواهشی که داشته باشیم انشالله که تیار خوشحال باشیم باور کنه که کل هنرمندار دوست دارم خصوصا اسمان حضور ذهن ندارم که واقعا همینایی که من فیلم شما رو میبینم دیگه تنزا شما رو ببینم بسیار خوشحال میشم که بازم میگم به هرات یک چیزی داره میگم هنرمندا ما هستن که انشالله 100 سال زنده باشن با عزت و سرفرازی و یک خواهش دیگه من شما نیم جان دارم جان بفرمایید همین گزارش ها شعری شما بسیار دوست دارم بسیار دوست دارم خصوصا همین سمت دروازه قندار اینا بره چشم ما خاطر از اینجی رفتم به دروازه قندار کرچی آمود قطار بر اینجا بوجی 5000 اشتر بردم دل من واه گردن من بوجی 5000 روپیه شده سفیده تشکر از لطف شما خیر بینیم که زنگ زدیم ما هم که هنرمندا خود دوست داریم تشویق میکنیم ما سپاس میکنیم از شما یک چیزی به شما بگم بسیار ما شما تذکره داریم ولی تذکره هرات شماانه یعنی هویت هرات یعنی هرات با شما باور کنیم که ما میشنم خارج از افغانستان تیر شده تا بود به ایران بودیم و حالک بزی برآورده شدیم یعنی هم شما ببینید ما قوت میگیره خداوند شما از عمر بده خود فامیل میایم انشالله که قسمت چند نزدیک شما رو ببینم انشالله در حد توان ما انشالله کمک هم بتونیم بکنیم برای شما بخیر ما با چکتا برفتیم چند دفعه رفتیم انشالله بازم بریم خود نیم جان بخیر بچه که همین منطقه دروازه قندار یک منطقه هست که همون زادگاه مانه و همون منطقه مانه و جا مانه بسیار خوب خدای پاک بکنه که افغانستان ما و شما مثل پاریس بشه که تمام افغانی ما بیایم پس به می خاک وطن به می هرات عزیز تا روزی که اگر ما همه دست به دست هم نمیشه روزی که دست به دست هم دادیم باور کنیم پاریس که چی که از امریکا بالاتر میشه خدا بالا سره مشکل نداره هر سر بلندی یک سر شیوگی داره دیگه پناه بخبال ما هر روزی که تولد بودیم از این جنگاه بوده و برادر بدن بوده تا امروز داره هرمون به دل ما
قراریش که ما هم برگردیم هم کشور خوب هم وطن خوب همونجی باشیم خیلی که ببینیم ولی نصیب و قسمت نشده انشالله که باشه بازم دربار خدا دربار امیدینی امید داریم که روزی بشه که پس همه گفته شما برگردیم هم کشور خوب هم خوب هنرمندا خو نزدیک ببینیم جشنوارات بیار کنم مثل این مردم خارج مثل ما از اینا چی کم داریم ماشاءالله خدای هنرمندا داریم هر طلا خوبی داریم به افغانستان لازم دیوان خوب موقعیت جوړه انشالله که جوش خدا نظر خود ما و شما بکنه انشالله دیگه بیشتر از این موضوع شما نمیشه چون تشکر. همه شما خوب باشه انشالله تیار و خوشحال باشه مست و رنگ باشه قربانش زلمه امیری هم از آلمان تشکر از شما باز به تماس هستیم خدمت شما لیلی 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 تور خیلی مایم لیلی چرای بی وفا گمان داری میلی چرای بی وفا گمان داری میلی و قربان دم دروازم شم لیلی صدا تور میشنوم استادم شم لیلی آخ لیلی 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 تور خیلی مایم لیلی چرای بی وفا گمان داری میلی. خب اگه اجازه باشه و وقت داریم که من آقای امنی اگه منشک کوتاهی همینا پولا زفرونو شما نمیدن 30,000 که شما پولا وردشتم فکر کنم اینا چی رقم به چی تریدشون مثل این از اینا نگو ماما آه یا خوشحال هستی؟ شکر نگو ماما چون آه دنیا دو روزه گورم نگم دو جریبه اما دو جب بادم بیشتر نمیدم این ماجرای پولا که زفرون مار بدی که من بریم همه شب روز عیده بزنه به چه خورخت لباس شیرینی یک بستونم دیگه این دکارا نه واقعا من زفرون به شما دو آخه طلای سرخ میفهمیم زفرونه میفهمیم افتخار کشورمونه به جهان اول شده زفرون بازم تو نمیدی پولامه خدا تو کی گفتم میدونم ولی گفتم که همین تو ماجرای پیش ما زفران تو پیش ما بسونم بزا و تارا ماسم شهر بیارم کنم بفروشم بسونم از من خدا کمر از این دوزار بشکنه یک دقیقه دیگه پول شیرینی ای داره بده دیگه چه با من کجا بیارم چشم یک کاری بکنی که میگه سیخ بسوزنی کباب چیکار کنم با شما وعده بدم وعده بده فقط مردم نجولا شد این پولا خوربست نمیدونم جلوش هم نه هر وقت مگالا پاشم کرد چی میگی کاپو یکی به نجولاش میگه یکی که به مگلا پاشم کرد یعنی چی من مگال تولی نشدم که پاشم کرده باشه ها یک کار دیگه میکنم گیلر جان شما تو بگه اپا بزید خیره به نجولاش خوب است به نجولاش پس به گل نیده که بده بله سلام علیکم بله سلام سلام از ما برارم ساعت شما خوبه ایشتن آقای جانم خوب سلامت امتیاز ساله قربان شما برارم شما خوبه جان شما جور بخیریم زنده باشید سلامت باشید تشکر فرزند آقای غلامی هم ساعت شما خوبه بخشش باشه نشناختم که خوشحال هستیم سلامت نیم جانم زنده باشین سلامت باشین جان شما جور بخیریم شکر ما به می ایران خراب شده پرتایم دیگه می فیلم ها شما اینا رو خیلی تماشا میکنیم از داخل یوتیوب اینا خدایی خیلی شما خوش داریم خداوند شما کم نکنه برارم خیلی تشکر شما را هم کنیم خود خانواده تشکر کجا ایران هستیم؟ بله با کجا ایرانیم؟ کدوم شهر؟ سمت رباط کریم خب ایرانم 10-15 شو بیشتر برابر کردیم میگیم بررسی 26 و ماه مبارک نمازم بمونده بدن
نصیب رسمت نبوده تا ما خبر شدیم که نیستان به ایران بودم تا خبر شدیم پس برفتم به افغانستان ما دوم مسافر شوند داشته با بخیر خوشی میایم انشالله بخیر خوشی میایم برای تشکر از لطف شما هر وقت که آمدیم دیگه بخیر باز یک گزارش کردیم و ما از داخل یوتیوب بگذاریم ما برای ما خواهد شدیم با این دفعه هم مثل دو دفعه دیگه فرار نکنیم پس نریم افغانستان چشم مشکلات ها بود مریض داشتیم واسطیمو ورگشتم چشم خدمت شما خداوند تمام مریضا شفای بده شما را ما آمین مثل که تماس اینا قد شد تماس داریم خب اینجا آهنگ شاده بخونن دیگه این بیچارهایی که مسافرن دیگه دوی طرفان حداقل کمی خنده و لب اینا بشه دیگه بریم دیگه یک شاده بخونیم الله میربان دربار تسکلان الله میربان دربار تسکلان آرزو و وستاریم آرامی افغانستان الله 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 قربان تو خدا چی که بر شد به ما قربان تو خدا چی که بر شد به ما گناه ها به سرنوشت و جوانا به زیر خواب الله 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 بس بله سلام الو بله سلام خوبی مراد من سلام علیکم رحمت الله و بخیر زنده باشین ساعت شما خوبه جان شما جور نام شریف شما است که کشور متماس شدیم الحمدلله شکر معرفی کنین از کجا تماس گرفتین مثل که تماس شما قطع شد یک خواهش از دوستا دارم که دوسیوریتی بیشتر بندازم داخل اینترنت رو که اگه پایین این کالا قطع نشه بله سلام علیکم سلام علیکم از ایران سلام علیکم بله سلام علیکم سلام از ما برار گلم از ساعت شما خوبه سلام علیکم نمیان خوب هستی سلامت خوشی بابا میگه که ترکان بگو دیگه چند وقت دیگه تو خدمت باش تو نه خدا نکنه دل شما نشکنه برار ما خدمت شما بخیریم قربان شما ان شاء الله خوش باش حال دیدی لایف آمدی تو من بیرون بودم دیگه زنگ زدم تو بیا هواشو پرسو چه خبرات دیگه خوب هستی چرا فضل خدا برار شما خوبین قربان شما سلامت بشید دوستان دیگه سلام بگی احترام تشکر از لطف شما زحمت کشیدیم تماس گرفتیم خیلی ممنون قربان شما اسمش یاد برفت اسمش چی بود یاد مولد من غلامی و اینم آقای امینی آقای غلامی عزیز آقای غلامی که رئیس کل قوا آقای غلامی عزیز به افتخار ما آقای غلامی زنده باشید خدا شما میشه همین نقشات و فیلمات بازی میکنه آقای خیلی دید شما و آقای نمجان جانو که دیگه واقعا دیگه گزارشگران نگاه میکنیم ما اینا کلا برنامه‌اش اینا دلار مانیم زنده باشید من شما دیگه دیگه گفتم شما کورس دیگه هر ببینیم خوشحال شدیم تشکر از لطف شما قربان شما خوش باشی خدا حافظ بخیر باشید مراد سلامت باشید دوستان نازنین شماره واتساپ 2093 797 27 21 31 سلام بله سلام از ما خدمت شما ساعت شما خوبه سلام خوبم دیگه بخیر شب شما خیر شب شما برار گل من بخیر ساعت شما خوب است که دو کشور به تماس شدیم نام گل شما الو
میشنام دارم صدا شما. نام شریف شما را از کجا به تماس شدیم؟ شاهین حیدری هستم از ولایت هرات، ولسوالی اینجی. بسیار خوب. فعلا هم از هرات به تماس شدیم. چه خبر دارین اینجا؟ خوبه؟ قربان شما برارم. از صحت شما خوبه؟ شکر فضل خدا. حالا برو جمعه می نفهمیدم که آخر عروسی شما چه کار کردین؟ شیرین خوری شما بدیدین ولی عروسی شما نه. برارم اگر راست رو بپرسیم من خسور من گفتم تو همینجی چیچیلکی شیرینی خوری بدادم عروسی بخیر 25 سال بعد. آخه امروز هم اتفاقا به داخل یوتیوب نگاه میکردم چیز بود بیامانم پیش شو خاله شما گفتم که نه گیله هم سیتی مندازه هم سیگار میکشه روزه را میخورد. های 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 من میکنم همه کارا میتونم من می کارا میکنم. های های برارم من اتفاقا همین نقش همین آماره که برای شما دادم برای ما همین فیلم همین دقیقا همین داستان یعنی خیلی برای ما جالب بود. چرا که همین رقمی که برای شما نقش رو بازی کردیم همین فیلم شما دقیقا همین نقش شما با صبر خود مادم همین نقش بیامو راست میگه واقعا خیلی برای ما جالب بود. قربان شما. تشکر از لطف شما برارم. بله ماشاءالله مثل که قطع شد اینترنت ها. ما وای فای داریم دیگه شاید از این طرف باشه ما که یا پول نداره یا ضعیفتره. خب در این مشکلات های گاهی وقتا پیش میاد دیگه. بس میگم همین آقای همینی کار بکنیم که یک چهار بیتی بخونه. ببریم دو بیتی هم باشه ببریم من یاد دارم بریم دیگه بخونیم یاد تو از این قدیما بیاد. نگارم نگارم از صبح تا شام به کوچه انتظارم برای دیدن از لحظه شمارم. چرا هر دم میریم سوی مطبخ نمایم یارم بهشی سیاه عروس مادرم شوکلشی خوشبخت. آفرین. بله سلام علیکم. بله سلام. الو سلام علیکم. صحت شما خوبه؟ سلام از ما برارم بخیرین. الحمدلله. نام شریف شما از کجا به تماس شدیم؟ بله تماس مستقر. دوستان ناظرین شماره واتساپ 2093 797 27 21 31 به خدمت شما نیم از کانال هرات برد. دوستان ناظرین کسایی که ما رو مشاهده میکنیم همین چینل رو فراموش نکنید دیگه. حداقل سابسکرایب و لایک و شیر نه یاد شما نره. ما به خدمت شما هستیم. هر فرمایشی که داشته باشیم ما به خدمت شما نیم. از ماه مبارک رمضان تا به عید و بالاخره بعد از عید تا زنده باشیم به خدمت شما نیم. هم از حساب گزارش هم از حساب نمایشنامه فیلم ها و حساب به خدمت شما. الو بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام از باشیم سعادتمند. قربان شما سلامت باشیم. شما نام شریف شما از کجا به تماس شدیم؟ عزیز ما آقای نیجانا آقای امینی آقا خلا همه خوب هستیم؟ زنده باشیم. من از آمد دار سرسنخ شما رو همون کاغذ. قربان شما خوشحال شدیم. مرادم و تشکر از لطف شما. خدای ما نبیده کن. زنده باشیم سلامت باشیم.
من محمد سروری هم از ایران تبدیل شدم. اول هم لایت شما رو تماشا میکنم. شما باید باشه واقعا شدم که باید شما رو برنامه دینم و کنم. همین آقای غلامی، آقای امینی و این برادری که موضوع آمد میشناسم دیگه اینم اگه معرفی فرزند آقای غلامی هم این فرزند من ثابت جان غلامیه که به نقشای کودکانه زیاد نقش کار کرده. این شب هم گفتم میمون برنامه باشه. البته 30 سال پیش ثابت جان خیلی آفر شد. به خاطر من بیشتر که همین شما دیدم آقای امینی و آقای نعیم و بقیه هنرمندا امکان خوشحال شدم که شما لایف واقعیت اگه برای مانیم شما برای مانیم آقای جلیل احمد و بقیه دوست تشکر از شما. خیر ببینیم. بله تماس هست دریا میگم گیل جان اینا 4 بیتی گفتم شما 2 بیتی بخونین کمه دیگه بریم کمه شد شما 6 بیتی بخونین. آی دلم بم لندن و مسکو نمیشه Allah به پریسوس است یک جو نمیشه آی تمام ملکای دنیا بگردیم Allah نما شما شهر نو نمیشه ای نازنینو الله خدا قسمت کنه که تو ببینو خب استاد شما تماس اگه داریم جواب بدید. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. معرفی کنید از کجا تماس گرفتیم؟ نام شما؟ من مسعودم از آلمان تماس گرفتم. سلام و عرض ادب به تمام عزیزان. انشالله که خوب و خوش باشیم. نعیم جان و اسم اینا یاد نرفته دوست عزیز اینا پسر اینا و آقای غلامی دیگه کاکا بندم امینی. بله بفرمایید در خدمت شما. بفرمایید. سلامت باشید انشالله خوب و خوش باشید. دیگه گفتم باشه که مزاحم شم باشه که خبر از شما میگیرم چیه پای خوب کسیم انشالله. اگه صحبت داشته باشیم در خدمت شما هنرمندا. سلامت باشیم. تشکر از لطف و محبت شما. ای ببینیم همیشه برنامه شما تعقیب میکنم. کامنت همیشه میگذارم. تک برنامه شما. اما زنگولگت کردم شطورا امنه مرحمت نخواهی جمله نگه. چشم حتما در خدمت شما هستم. تشکر از شما. خیر ببینید. زنده باشین دیگه. خب خلاصه به این روزا نینجان دیگه از چیزم از طرف های گذره دو طرف دینه و طرف ها فرجعی دینه و اگر وقت انشالله از این طرف ها هم انشالله گزارش بگیریم ما در خدمت شما هستیم انشالله. تشکر برای مشکل فقط اجازه بدین که می افرشوز مای مبارک رمضان هم تیرشه به خاطر که باید بیان میریم میودونه یا باز اگه ما با باقا بریم رو وقت کوک اینا نخوریم که نخوریم که به کل دیگه ما اصلا همین تا اعصاب خراب میشه که چی بگم توی تم فسته همین افرشوز دیگر هم بخیر شما تحمل کنیم باز بخیر میریم چرا نه گذره که منطقه ما فرجیهی هم بودی از این اسلام و بررسی ها اینا خیلی رفتم
انا به خدمت شما هستیم انشاءالله. جایی که شما ماییم ما تصویر میگیریم و بسیار شما مشاهده کنیم همسایه خود. انشالله تشکر. زنده باشین. خیلی بینیم. خدا شما خیلی بده. من همیشه شما رو بالاخره پیگیر هستم و نعیم جان عزیز بسیار دوست دارم. همیشه خوب و خوش باشید دیگه. زنده باشید دیگه. کانال رادیو به خدمت شما هستیم دیگه. برادر وضعیت افغانستان متاسفانه دیگه واقعا خوشحال میشم خودم. تشکر از لطف شما. خیر ببینید دیگه. خدا شما خیر بده. انشالله روزه و نمازشون قبول باشه دیگه. زنده باشیم. شما همچنین جان عزیز بعض وقتا من کامنت ها بعض وقتا بنوشتم که همین منطقه هایی که میریم همون منطقه نام ببریم. برو عبدو دیده که کجا هست، چون که یاد آدم نیه مثلا منطقه درست برفته ولی بیاد آدم نیه. من خود حدوداً 10 سال دورم. راست بگید. خاطر روزه داشتم نمیفهمیدم حوصله نبود. اگه نازی به بعد حتی تذکرهای را معرفی میکنم. قربان شما. زنده باشید. سلامت باشید. فرجعی دی آخره دیگه به ما معلومه. نه فرجعی که میاد دیگه. فرجعی بالاتر چیز میشه دیگه یا نه بالاتر فکر کنم پروژه سمیت میشه. بلدم میرسیم به پاره. دیگه به پاره. بله. یادش بخیر. من خیلی بچه بودم به زمان. به چیز به اونجا خیلی زیاد آمدم دیگه. خود از اون ایراتم سمت پینو. سمت پینو این مدرسه دیگه. منطقه ما جا دروازه غنداب بالاخره از دیا خیلی میرفتیم. یعنی دی خود ما که هست دینه و در اصل پدر کلون ما حساب از دینه و گذرگی. بسیار خوشحال شدیم از دیدن شما. هر مشکل گپی بود ما در خدمت شما هستم. تشکر. خداوند شما رو عزت بده. فقط همین لایک و سابسکرایب تو زنگولگه اگر شما رو ما خوشحال بشیم. ای بچه هاشم به گفته خود شما و زنگوله چی میگم؟ زنگوله گوساله گوار همه چه هاشم 100 دفعه فشار میده. چشم. خب دوستای نازنین، ای خطبه سحرگاه برخیز بگوی تو حلا. ای خطبه سحرگاه برخیز بگوی تو حلا. هر لحظگاه و میگاه برخیز بگوی تو الله. خود بلنده مای مبارک. بله تماس داریم. میگم کوکو تو مسلم شما یک چیزی بگیم. یک خواهشی رو کوکو جا شما بابا کوکوی من همین پیرمه منم هر روز فریب میدم سر میدونم از این بر بزی بر از این مو بزی مو از این سال بزی سال. واسه چی؟ آخه من چیز مویم یکی از قدیم گفتم یکی بخور نون سرکه. نه تو باید نه کار میکنه هیچ کار انجام نمیده. میگه من زن ما میتونم شده. میگم برو کار کن. این همه کار زن نمیدم. آخه این هم حق داره دیگه. این هم مورم کتی کلونه شده یکی نمیشه. میگم همین کسی که ازدواج کنه ایمانی و کامل میشه بگذار که بیچاره اگه ازدواج کنه یک کار خراب دیگه کاکا که برمی جا برمو کنه میلو یا به جا خالق و یا به جا زن ماما یا به جا کاکا اینا میگم تو نیاید که نامحرمی. تو چه نامحرمی؟ تو مجردی نامحرمی. اما رو بودم پیار نیا اگر تینی به من بگیرم شما جواب داره میگه نه بود بشه که من زن بدی. میگم بازم برو کار کن. تو کار نکنی. سبا زن پشت من نون بدی صاحب بچه میشی. او وقت چیکار میکنی؟ برو کار کن. جواب من میگم کاره. بگم شما یک کار دیگه. من یک دختر خاله دارم. خب زن خیلی خیلی خوبیه. خب که باز او دختره که داره به دم وقت اگر شما رضایت داشته باشین من میرم بزی خواستگاری میکنم. اگر او ای به همدیگر رضایت داشتن ازدواج کنم.
فکر کنم خیلی هم دنبال پیشکش توی ژاپنیه، میگه اقالا این باشه که سالم باشه، دودی نباشه، دنبال کارا خلاف نره، آدم صحیح و سالمی باشه و دختر کنه. شما کار بچه تو بچه نیه هنرمند هم هسته، خوب چه بیتیام میخونه. او بله انا باید عملی اکنش شما بخونه. باشه، من میرم به واسطه گل روی شما و این میرم با خواستگری از دفعه هم نمیگردم، از دو طرف هم دگر که دیدم مشکل حل نیست. زمنان بگیم هنرمند هم هسته. خوبه میگم حالا هم 4 بیتی که میگیم که یکی بخونه که حداقل همون دل دختر خالمه به دست بیایه دیگه که بله بگه. آیا خوندن بخون. اشیخی بخون. از بس که تو آزردی دلم را جگریم که مشی من مطرم نای نای تتر نای 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 تا تو نبشی دل من رضا نمیشه. 1000 پیرزال داره این شهر یکی مثل بیبی شما نمیشه. مطرم نای نای تتر نای 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 دمی کوچه بیامدی بجیستی ما گفتم نجی مطرم نای نای تتر نای نای نای. عربی صدا تو که بشنوه خلاصه که بله بخورن خلاص کاکا جان دیگه معامله فیصله بکنه. قبوله که به خبر میدین. ها یک چیز دیگه بابا اما با گلای سیاه پیغم بفروشی. میگم باشه که بله بخواز هر کارو میکنه. میگم یک چیز دیگه شما میگیم کی بله میگی بخذارین که می ای دو وقتی شه باز ایدی به جای لرزمون هفته بعد از روزه قبوله. من نام خدا کتا میشم. هم گوش خود بگیرد که یا فوق شیری میزدی که آن دخترها و جوانا خوش کنن که شورایونو جیر باش. بله سلام علیکم. خوبی برای خسته نباشی. قربان شما برای گل مساعد شما خوبه؟ قربان شما چه خبر؟ سلامتی شما اول شما خوبه بخیریم. خدا را شکر شما خوب هستی؟ فضل خدا نماز روزه شما قبول باشه. سلامت باشید. قربان شما بفرمایید خدمت شما نیم. ما از ویدیوهای شما خیلی تشکر میکنیم. تشکر از لطف شما لالا. ما ویدیوهای شما تحقیق میکنیم خیلی خوش میگذاره. پنجی خورا میتا میکنیم پنجی خور. چا؟ پنجگه خور لایت. باشه قربان شما خیر ببینیم. بله تماس لالا قد شد. میگم تا تماس گرفته میشه که دل من که کمی بگرفته من یک 4 بیتی 2 بیتی بکنم. ماشاءالله. بله بله بابا. آخ با پشتی بوم نزن ای یار قدم را، آخ با پشتی بوم مزن ای یار قدم را، ای یار آخ من که باور ندارم قولی زن را، ای یار الهی تخمی زن 1000 تا بمونه و یک لینگ میخوره 300 قسم را، ای یار جانم محبوب. آخ با پشتی بوم بجل بازی کنم، آخ با پشتی بوم بجل بازی کنم، امو دختر بخور رزی کنم، آخ امو دختر به من رزی نمیشه تلاش به خونه قضی کنم، در بگیری در گرفتم نالی که به سرا بریم جواب مادر از جوادم چی میدیم خاکا جان. آخ گوریای کوش کوری بیخی به تسر میخوره که موها کنده میشه دست از این بخیر مایم که چند تا جرو بخوریم جان من. آخش ازر کن جلو و سر جلوی سر من بخورده که مو به تسر من دیگه نیه برا جان. ماشاءالله واه واه واه. خدا کنه خوش شما دوست. خیر ببینیم خیر ببینیم. دوستان ناظرین شماره واتساپ 2093 797 27 21 31 در خدمت شما هستیم.
هر فرمایشی که داشته باشیم، خواهشی که داشته باشیم از هنرمندا، ما به خدمتیم. دوستای نازنین، عرضی به شما بکنم که بالاخره همین ناامید نباشیم که مثلا حالی که دو سال میزنیم به حساب چینل یوتیوب شما ضعیفتره، یادگی یا سابسکرایب زیاد داره، بالاخره به مرور زمان هر چیز درست میشه. این یک واقعیت، چون هنر رو همون مردمی که شما دوست دارن انشالله شما فراموش نمیکنن، چون بیشتر مردم به خصوص ایرتی ها خود ما همینجا افغان ها بیشتر همه خبر ندارن این چینل به حساب که جدید آمده شما. خاطر از اون گفتم ناامید نباشین. من خیلی از دوستای آلمانی دارم که ماشاءالله همین حال خدا رضا و شکر، یعنی میبینن دوستان که آلمانی هم مثلا اونا گیمر یعنی بازی چیز میکنن، گیمری میکنن یعنی بازی میکنن، خود به حساب دستگاه اینا دارن. بالاخره خیلی بالای ویوی بالا دارن و بالاخره درآمد بالای 3-4 هزار 5 هزار دارن، ناامید نیان. بسیار خیلی ببینیم کنام حالا دیگه خوب و خوش باشیم، خلاصه ناامید نباشیم، توکل به خدا کنیم ان شاء الله. امید خدا چینل شما پیش امید الله پاک، امید الله پاک همکاریان ما رو حمایت کنم. اینا رو هم داشته باشیم، چون مردم بسیار این مردمی که اینجا به خصوص اینجا برن همون دوربینا مخفی هم خیلی زیاد دوست دارن. چشم ان شاء الله. خیلی ببینید. تشکر. سلامت باشین. روز شب شما خوش. از ما دلم شب شما خوش. شب روز میگه. روز بخیر. شب خوش باشه. چه شو بیلا چه خوش مرض گرفت تو. ماما بگم بخم. خوب ماما بگم کابت دادم، میگم بخم. خوب کابت. بله سلام علیکم. سلام علیکم. شب بخیر آقا. امتیار خدا خوب سلامتیم. قربان شما. برای گل مساعد شما خوبه؟ شما خوبین؟ شکر فضل خدا نماز رضا قبول باشه تعالی. شما همچنین برای قربان شما. ان شاء الله برادران ما اینا هم خوبن ان شاء الله. فضل خدا برادرم. از کجا هستیم؟ از کجا تماس گرفتیم؟ نام شریف شما؟ حمیدی هستم از آلمان. فعلا همینجا زندگی میکنیم دیگه. ان شاء الله که بیا خوشحال باشیم. گفتیم از شما خبر بگیریم. تشکر. بفرمایید. جمعی برادران ما اینا هم خوبن. ما خوب هستیم ان شاء الله. قربان شما. تشکر از لطف شما. به خدمت شما هر فرمایشی که داشته باشین. زنده باشین. شما بزرگوار مزارات شما ان شاء الله که خدا ان شاء الله شما همگی ما شما زاد سالم داشته باشه. بی برکت ماه مبارک رمضان مشابه بزرگوار مشابه بزرگوار انبیاء ان شاء الله خدا نک در خیر بده جميع المؤمنین باز کنه. الهی آمین. الهی آمین. الهی آمین. باز کنه ان شاء الله که خیر باشه دیگه. زنده باشین. تشکر از اینکه این هم شما دیو از 2000 گفته خود شما میشه شما دارین تایید ماست میکنیم که حداقل یک چندین مسجد بلا به مردم بیاریم که وقت داخل دیگرا که هم بیرون از کشور ان شاء الله که خدا شما را هم در طالب داشته باشه و موز بینایت خدا در آخرت نصیب شما بگردونه و نصیب جميع المؤمنین اسلام. زنده باشین برادرم. کی من گفتم خود شما بیخان ما من لازم میگم موضوع کشمیشیه. کی من گفتم هم گپ کشمیشو بزدم من. کشمیش خود میگم با کاره. استاد شما بگین لالا میگم گپ بزنین کانال هرات برگ سابسکرایب هم میکنین. والا ما یک سال اینا میشه ویدیوهاش ما اینا رو نگاه میکنیم. البته که مثلا مدت دیگه یک سال اینا میشه ویدیوهاش ما اینا پیدا کردم همیشه نگاه کنم. ما واقعا شب روز داریم با اطلاع زحمت میکشیم. مثلا یه لبخندی از یقل این کاری کردیم ما برگه مثلا واقعا در اطلاع زحمت میکشیم برای مردم. مثلا به اندازه وقتی تمام خود که ما مثلا مردم های هستن بیچاره شب روز مثلا به یک لقمه نون داد باید خندهایی که ما مثلا ویدیوها که درست بکنیم واقعا خندهایی که واقعا جامعه البته به چند ما در بیاریم. اونا هم
میبینم ما این طرف میبینیم که ما انجام کرد سالهای سال این برای مثلا دیگه بدون خانواده که مشکلات زندگی درست این قانون هست و هست همه چیز هست ولی باز گل بزن یک دیگه هست دیگه بازم ما مجبوریم امتیاز زندگی کنیم دیگه با امید خدا که انشالله یک روزی بشه که همگی ما شما داری هم باشیم انشالله یک تناب بشیم همگی داری هم باشیم یک تناب مکمل ده برای دینه میشه کنده با یک روزی بشه انشالله خدا ما شما رو همگی جمع کنه البته خدا به ما شما در دفاع عقل همه چیز خدا داره البته با سعی تلاش میشه با زحمت نه بخانه بگیریم بگیم خدا بزرگ از آسمان برای کنه که نمیکنه. قربان شما تشکر از لطف شما خیر ببینیم خانه و برادر من. من از شما یک خواهشی داشتم مثلا اگه امید مثلا امید خواهش کوچک ما شما مثلا قبول کنیم. بفرمایید شما. یک لطف کوچکی داشتیم مثلا شما اگه امید مثلا ما برای ما و برای مردم افغانستان انجام بدیم مثلا ما در آینده بتونیم یک برنامه درست کنیم مثلا در خاطر این مردم این خانواده که مثلا اولاد به اندازه زیاد دارن مثلا یک خانواده میبینید 10 اولاد مرد که بیار مادر نون نداره برای دین پر پیدا کنه بیار مادر خدا نگفته دینم نگفته فرزند کمتر زندگی بهتر 10 اولاد داره و مثلا اگه اولاد داشته باشه مرد میره گدایی میکنه پیدا میکنه برای که مثلا در آینده شما یک زحمت بکشیم یک ویدیو درست کنیم مثلا به این خانواده که خب ما که 16 اولاد دارم با ما برم دیگه کسی درس بودم لالا های آن خیر ما شما نقش کار نکنیم با کار میکنیم یک چیزی شاید شما با وقت من نشه خوب کنیم میگم نمیگم که به خود ما آدم تجربه شده یعنی شما شاید با وقت من نشه من نصف عمر خور از وطن به دور مسئله به خاطر بدبختی اولاد زیاد خوبه چشم تشکر از شما واسطه که دوستا اشاره میکنن که پشت خط خیلی دوستا تماس گرفتم نو با ناراحت نشن برو هر دیگه بسیار تشکر شما به خدا میسپارم ان شاء الله که همیشه بسیار خوشحال انجمن باشین گل و گلزار باشین دور باشید سلامت باشید این هم به فرمایش شما زنده باشین بسیار تشکر خیلی کنیم برارم ان شاء الله که خدا همیشه شما سالم داشته باشه درست باشید خدا حافظ خوب باشین یک تربیتی هم برای شما انجام داد فوق‌العاده ما هم دعا کنیم خدا حافظ ان شاء الله این هم به فرمایش شما بله سلام علیکم. سلام از ما خوبیم برادر مساعد شما خوبه؟ خوبین هندان. بله بفرمایید به خدمت شما نیم. از کجا تماس گرفتیم؟ از ایران تماس گرفتم نادرشاه هستم. لطف داریم اگر گفتنی چیزی داشته باشیم به هنرمندا خب به خدمت شما هستیم. از نعیم جان خیلی تشکر میکنیم اگر یک خواندن با ما بخوان. چی آهنگی بخونه؟ چهار بیتی بخونه؟ شاد بخونه؟ غمگین بخونه؟ اما خواندنی که نون موف اگر دیدی تا تکنک جا ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نون موف اگر دیدی تا بکر کنم جا کو میکنم فدا جان را در شب پلو باشه قرمه از گوشت شیشک کفترانی گو باشه قرمه از گوشت شیشک کفترانی گو باشه از برنجل لافر یکی چیری نرموچر یکی چیری نرموچر واسه چک در آگه گوشتران جلو باشه. حالا سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام بفرمایید. ماشاءالله ورزشکاران هستیم بفرمایید در خدمتیم. زنده باشین جان سپاس. خوشحالیم از دیدار شما. خوشحالیم از روحیت و طبیعت خوب باش شما. همین که شما رو میبینیم همین محبت و انرژی شما رو که میبینیم جهان سپاس از شما تک تک شما برادران عزیز. انشالله که خداوند قدر عجر و محبت ها و زحمت هایی که میکشیم همین بودنتون انرژی ما از آلمان زنگ بزنم. بسیار خوب. قربان شما برادر من یک چیز بگم نوبت از استاد بود. خوب هر شخصی که افغانه
از هر کشوری که با ما تماس میگیرم فکر میکنم 1 لک یورو برای من بخشش میکنیم. فقط به می تماس رو 1 لک یورو به ما بخشش میکنیم. ما ارزش میدونیم. ما میتونم که دوست داریم، علاقمندیم. واقعا خداوند شما را عزت بده. هر شخصی که ما رو ببینم، هر شخصی که برنامه ما اگه تعقیب میکنم یا لایک میکنم یا نمیکنم، بزرگ کار ندارم. رو به خصوصیات و شخصیت خودی ما کار داره. خداوند همه شما را عزت بده. ما دعا میکنیم که خدای پاک یک روزی بیاره که تمام افغانیامو به داخل از این کشور پس زندگی کنن به خوبی و خوشی. بخیر ان شاء الله. سپاسگزارم. شما همیشه محبت داریم. فقط یک کلمه باشه همین استاد محترم استاد یعقوب، اگر خاطرات گذشتهشان همون مسافرت ایرانشان اگه بگیم شاید ما رو بشناسن. مامازن ما برادر سعید خدا بیامرز رامین. انشالله که صحتمند باشیم. زنده باشیم. تشکر. خیر بینیم. زنده باشیم. خوشحال شدیم. خوشحال شدیم. همیشه حمایتتون میکنیم. همیشه پشتیبانتون هستیم. ستون داریم. خداوند حامل و حال و صحتمندیتون از خدا میکنیم. تشکر. لطف کردیم. خیر بینیم. در خدمت شما هستیم. اگه سوال کدام بورگیران دیگه داشته باشیم ما در خدمت شما هستیم. فقط اینما بود عرض ادب کنم. انشالله که باز هستم در تماس هستم. شماره واتساپتون گرفتم. باز تماس چیز میگیرم. حتما هستیم. عامل حال هم دیگه میشیم. حتما در خدمتیم. افتخار دادیم که کلام شدم. تشکر. لطف شما. خداوند شما عزت بده. با خانواده محترم خدای حق باشین. خدا جان نگهدارتون باشه. زنده باشین. قربان شما. موفق باشین. خداوند دلتون شاد کنه. همیشه شاد باشین تا زنده 500 سال دیگه. بخیر. خدا خداحافظ. نگو مثل که انت کنگولو شما خوش شده خوشیم بودت کارگاه چای بیار اگه اینجا که کمی چیز بخی برو کلاس چای بیاره که اینجا کلاس چای بخوره کمی کنگولو تازه شه استاد شما جواب. بله بفرمایید. به خدمت شما نیم. از کجا تماس گرفتیم؟ چی گفتنی داریم؟ بله بفرمایید. تماس نموش قطع شد. بله بفرمایید. سلام علیکم. از کجا تماس گرفتیم؟ اسم خود بفرمایید بگیم چی گفتنی داریم با هنرمندا. سلام برسم به خدمت آقای امینی عزیز، نعیم جانو، آقای غلامی عزیز. تشکر. زنده باشین، سلامت باشین. من برا رو بگید کردم از آلمان تماس گرفتم. همیشه برنامه ها شما رو میبینم. خداوند شما رو تیار و خوشحال داشته میشه. از شما رو همچنین. موفق باشیم. اگه گفتنی چیزی داشته باشیم ما در خدمت شما نیم. سلامت باشین، زنده باشین. همین گفتم اول شما رو بپرسم جور و صحت و سلامت باشین. انشالله که همیشه کامیاب باشین. سلامت باشین برادر من. قربان شما. تشکر. لطف شما. زنده باشین، سلامت باشین. وقت خوب و خوش داشته باشین. بذاری وقت شما نمیشه. خوشحال شدیم صدا مبارک شما شنیدیم. نماز و روزه شما قبول باشه. انشالله. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. شما هم شما سلامت باشین. شب شما خوش. خدا نگهدار. بخیر باشین. خدا حافظ و ناصر شما. آنگی لگن تو است که بکی تو نگیره. حالا ما که دشمال نمیخورم بجام کی. دشمال نمیخورم مینو بخور. تو چاکلت بزن. نه مینو هم نمو. شیرینی برای. خواهش کردم دوستا مثل که دوستا پشت تکنیک میگم برادرها را نجنی گفتم بخونیم.
رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان 30 روز میمانی مانه رمضان 30 روز میمانی مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان قوت ایمان مانه رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان الله خاله تو کش کش میکنی الله خاله تو کش کش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی طبقای چینیر کشمش میکنی رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان یا سوال یا جواب یا سنگ پیمان یا کوزی او خب این رمضانی بود که دوستان ما خواهش کرده بودم السلام علیکم صحت شما خوبه برادرم سلام بر بزرگواران ایران سلام بر خیره قربان شما تشکر از لطف شما برادرم نام گل شما است که دو کشور به تماس شدیم فیض احمد جان هستم از کشور آلمان خواهش شما در تماسم قربان شما سلامت باشیم نماز و روزی شما قبول باشه هر دوستی از هر برادر همکار ما خواهش داریم ما به خدمت شما فدای شما طاعت و عبادت شما قبول درگاه حق باشه قربان شما سلامت باشین شما بله بفرمایید بله اکشن السلام علیکم السلام علیکم مثل که بعض جای اینترنت یا تیشوریتی میندازم نه مشکل رابطه نه 205 جای نمیجام جا 205 نیه دوستان نازنین شماره واتساپ 2093 797 27 21 31 در خدمت شما از کانال ایرادبرگ دوستان نازنین کانال ایرادبرگ سابسکرایب لایک شیر همون زنگولگه که رم فشردیم تمام ویدیوها گزارشات میتونیم مشاهده کنیم باز انشالله ما به خدمت شما هستیم برنامه عیدی داریم برنامه ویژه برنامه عیدی هم هست شبای عید روزای عید با همون ایدگاه به خدمت شما که میریم به سمت غریا و اسفلیا یعنی انشالله اول خدای پاک باز به خیر خوشی اولین دعوتی که ما شدیم بعد از ماه مبارک رمضان به ولایت فاریاب ولایت اسفلی اوبه دو جا ما دعوت شدیم که انشالله میریم برنامه از دشتا و کوها ثبت میکنیم به خدمت شما به نشر میرسونیم فقط همین چیزایی که گفتم دیگه ما فراموش نکنیم که ما به حمایت شما نیاز داریم سابسکرایب و لایک و شیر یاد شما نره خب بله بله سلام علیکم بله سلام جان سعد شما خوبه سلامتی قربان شما برادر ما روشن که شمار میبینیم زنده باشین سلامت باشین چشما ما روشن باشه برادر به خدا نیم جان شما خیلی یاد کردید چند وقت شده به شما ندیدیم آره چینر شما جدید دیدم جا به جا سابسکرایب کردم گفتم باشه به شما زنگ زدم احوال شما رو بگیرم گپ بزنید که دام میگی خود خوش هستین سلامتین قربان شما به دوستا خواهم بگیم اگه وقتی شما شیشتم من پنجگاه خود بودم زنگوله گپ بشودم چه کار میشه من آدم یکم کنده داره به داره
خدا واسه 4-5 تا گوشی که به خونه است از هر کدوم یک دونه سابسکرایب کنیم چه میگی خیلی اگه پرشم مثل که بلد دیا شما پنجی نمیگیرید و بره بچه پریمی موبایل خوبه تا بچه شما نبینم چشم دلجم باشیم که پنج اینا 100% بعد از این تماس به شما سابسکرایب میکنم. خداوند شما کم نکنه 1000 سال افغانیام عمر بده به هر جا که هستم خدای تو برای ما عزت بده از همه چیز بیتر. قربان شما سلامت باشیم افتخار مانیم خدا شاید ما که به این بیدون آره دیگه چیزی نیه که آدم خیلی بگه که ما بیرونیم بره کلاس بگذاره گفته ایرانیا ولی خدا شاید یگانه دلخوشی ما شماانیم وقتی که شما رو میبینیم شاد میشیم خود سلامت باشیم همیشه شاد باشیم برای فرمایش داشته باشیم از اکثر آقای گلمی صاحب یک فرمایش ها که همه اینجا دیشتم خوندنه که هست که میگه دلم به لندن و مسکو نمیشه دلم به لندن و مسکو نمیشه دل آرامی الله به پری سوسو هست یک جو نمیشه آی تمام شهرهای آلمانه بگردیم الله عروش ولی گذره نمیشه ای داد و بیداد الله خدا غمای دون یارا با ما داد یا با فرمای شما قربان شما خیر ببینیم برو جگر تشکر قربان شما سلامت باشید خداوند شما رو موفق داشته باشه همچنین تشکر خیر ببینیم خونه آقا سلامت باشیم انشاءالله و خیر به ویدیو 5000 تا یا 10000 تا این سابسکرایب شما بدیم خیر ببینیم خونه آقا تشکر باشیم خوش و آرام باشیم خداوند نگهدار خیر باشیم خدا پیروز باشیم بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم آقای امینی خوبیم که خوشحالیم شکر زنده باشیم سلامت باشیم خوب هستیم در خدمتیم بفرمایید آقای نعیم جانو خوبم آقای غلامی خوبم روزانه شما قبول باشه تشکر شما همچنین لطف کردید زنده باشیم خیلی خوشحال میشیم که شما را از پرده تلویزیون میبینیم این برنامه خوش شما دیگه خوب هستیم که خوشحال هستیم زنده باشیم ما خوشحال شدیم که یک عکس مقبول شما رو میبینیم زنده باشیم آقای جانو شما خوبیم آقای غلامی خوبه این برازاده ما فرزند آقای غلامی خوبم که خوشحالیم تشکر از لطف شما برار گلم زنده باشیم شما فامیل محترم خوبم همه خوبم شکر زنده باشیم خدمت شما سلام دارم تشکر یک دنیا ممنون به خدا برا خیلی خوشحال میشیم این برنامه شما این گزارش ها شما اینا رو هم ما تعقیب میکنیم کلا هم 6 تا خانواده هم 6 تا گوشی لایک و زنگوله و سبسکرایب میگین چی میگیم همه هست گرمه خداوند شما 60,000 سال عمر بده تمام فامیل کده شما دوستا هم چنین زنده باشیم که شما همیشه برنامه رو نگاه کنیم خوش باشیم همون ساعتی که به پا تلویزیون ها کنیم از این خوش بال شما تیر بشه همین برای ما افتخار یک سرمایه بزرگیه ما خیلی خوشحال میشیم که برادرایی که بیرون از کشورم و می برنامه‌ای که ما تهیه میکنیم دلخوشی دارن و مردم ما دوست دارن همین دوست داشتن شما به ما قوت قلبیه که ما میتونیم برنامه‌ای تهیه کنیم اگرچه دلشکسته هستیم ولی همین که شما ما تشویق میکنیم ما پس قوت میگیریم میتونیم انشالله کارهای قوی‌تر و بی‌تر زنده باشیم آقای غلامی گل دست شما درد نکنه یک دنیا تشکر ما به خدا به همین کشور خیلی خوشحال میشیم
آقای نعیم جان جانگی شماره خود شما رو برا. بله برای ما به خدمت شما هر فرمایشی داشتیم ما به خدمتیم. بله ما سلامتی شما رو باز بعد از برنامه اینا که باید خود یا فرق خودش ما تماس میشیم همیگه به هر ولی به هر جا که برین این دیار ما فرق نمیکنه، برای ما هر جا که برین شما گزارش تهیه کنیم برنامه درست کنیم خیلی خوشحال میشیم. اینا دیگه بیشتر وقت مبارک شما نمیگیریم، شاید 20 دقیقه پشت خط باشه. شب خوب و خوشی از خدا برای شما آرزو میکنم. خیلی دوستا تیار خوشحال باشیم. خدا حافظ شما. زنده باشیم. بخیر. خدا سلام علیکم. بله بفرمایید در خدمت شما ایم. از کجا تماس گرفتید؟ هرات بورگ ما آلمان زنگ میزنم. خیلی خوشحال شدیم که تماس گرفتیم. اگه گفتنی چیزی داشته باشیم ما هنرمندا به خدمت شما هستیم. خوب است. من فقط یک گفتنی داشتم امی به برنامه خود یک کم زیاد کنید که نمایشنامه زیاد باشه. من چون خیلی دوست دارم برنامه گیلکه همیشه نگاه میکنم، لایک میکنم، یعنی بیشتر باشه. چهارشون برای من قبل بزنید که اینا اکساگ از اولاده یا خورتکی ها شما نه؟ یک از فامیلای از نشد فرستادن باشون بسته. خود شما از آلمان تماس گرفتین؟ بله یا بله. بسیار خداوند اینا که کرم کنه. یک سوال داشتم. یک کاری از اگر یک وقت بیکار بودید بود که یک چیزم گزارشی هم از براون داشته باشیم از باغزاغون. چشم براون ها؟ باغزاغون بله. باغزاغون ترفتی نشون مرگا که همون مرگا که ندیدیم کدوم مرگا؟ همون مرگا که شغال دوسته بود روشقا شکالت که مرغا که خورده بود همون مرغا که دوم بلند با سفید سینه پلنگی و پون باخت رضایی باغزاغون پریدی. اما تو نخوردی. چشم برای من بریم. چشم ما خدمت شما هستیم. شما را از بس نویس هست در جو بفرمایید. مطمئن شما نمی‌شم ما دارم به دربار قبول بر انشالله. از شما ممکن. افغانستان ما آباد آزاد. الله شکر. و تمام افغانان انشالله یک زندگی آرام داشته باشیم. تشکر. بخیر باشین. شب شما بخیر. تو خود ما فقط به ما همین افغانستان آباد آزاد شد. بیخی از دیگر مسافرت خطر شدیم. اینجا زندگی نمی‌تونی کشور. راست میگیم. خیر باشه. خدا بزرگه. دعا همی بزرگوار قبول کنه که انشالله همه به کنار هم دیگر بیاییم به آغوش گرم خانواده و وطن به کنار هم دیگر باشه انشالله. انشالله موفق باشیم. برنامه شد همین که ادامه بدین انشالله همیشه موفق باشیم و بالاخره ما هم شما رو حمایت میکنیم انشالله. تشکر از لطف شما برای برنامه شما رو نگاه میکنیم. به بچه ها میگن سبسکرایب کنم، لایک کنم، کامنت بذارن. خیر ببینیم. تشکر. کانال رادبورگ یاد شما نره دیگه. خیر ببینیم. تشکر. نه یاد ما نمیره. فقط این زحمت بکشید که به براون دست نگه مصاحبه بگیریم از براون. از اوز شیخ لشکره. فقط چشم‌برا بعد از روزه باشیم به خاطر کار ما مبارک رمضان. انا برنامه داریم از حساب شوه. انا چون ما به حساب نخود بریزی و بساطا و شیرینی ها اینا میریم. من خود مکاسم دیل چون از چیزم از برا از چیزم از اصل خواهد دیمونچه هستم نه؟ هم خانه ما از ذکر باسیم. بسیار خوب. تشکر از شما. 20 پشت خطم دیگرها پشت خطم. من به یوتیوب هم کامنت میذارم. فعلا دیگرها زنگ میزنم. نوبت به دیگرها هم برسه. تشکر. خداحافظ. موفق باشیم. ادامه بدیم انشالله. میشه موفق. زنده باشیم. سلامت باشیم.
کشک و بند دوله. چیه با چه کار شده؟ هم رفیت کردی؟ بابا این بیاماده. خب نیمه کش دارم، نه رخت دارم، نه کرتی دارم، نه هم ستکه. کنیم پر. کرتی ستکه کو یکیه؟ بگه چی؟ و نه یکی ایدیه یکی زمستینی. خب یعنی چیکار کنم با تو پر بستونم؟ بده نگرم بشید. چند چه دیگه بمونده بید بابا رو خیاطا کمی نمیکنم. بابا تو با چی نادرت؟ چی فرق میکنه؟ ما آدمو کلان اگر رخت نگو فرق کنه. با چون آدم کی مای ببینه؟ باید اگه شد چشم. آقا شمس‌الدین اگر چی دل من نمایه بگم آره مجبور شدم اصلا عید برای همین بچه های شیرینی بدیم عیدی بدیم دل اینا خوش کنیم دست نوازش به سر یتیما بکشیم به سر بیوه‌زنا بکشیم باید اونا رو حمایه کنیم اگه که طفلا کودکیم باید ما شما دلداری بدیم آن خیلی بچه شما بدیم دیگه پول ستکه و کردی که رخت بستونه بخو که دل خوش باشه گردن آمن باشه گناه دارم راست میگه گناه داره دیگه بیچاره چون به شما زحمت میکشه حالا کم پولا رو میده به بالی هم میگذاریم از این پول و سرمایه که داریم اگه استفاده نکنه به مردیشو میمونه میتونی چی کار میکنم پولا میگیرم تا بالشتا میکنم خب به تا بالشتا اما بالشتا عربا سر اینو میره به تا پولا ای خیلی سبا پاسا بریم دروار ماشه جنبه با تیار دسته حق کنستون خوب خیلی نه ما یا السلام علیکم السلام علیکم بله سلام علیکم بله سلام علیکم اشترین برافی زنده باشین خواهرم ساعت شما خوبه بخیرین شکر زنده باشم ما خود شب شما بخیر شب شما هم همچنین ما چون دیگه از کجا به تو ما شدیم اینجا شب یاد نماز دگره دیگه تشکر از لطف شما خواهرم زنده باشین ریحان سیدی هم از آلمان به تماس شدم از ما دیگه اینجا عصره عصر زیبای شما بخیر باشه نماز و روزی شما قبول باشه زنده باشین سلامات باشین شما همچنان زنده باشین خواهرم هر فرمایشی که داشته باشین به خدمت شما ما 4 نفر ببخشید برای شما یک خواهش داشتم میخواستم بگم که بریم پر قلوبچه یک ویدیوی تیار کنید چند سال شما اونجا نرفتیم اینا برو عرضی دیده به جا منارا کاسته بجگاه صحیحه چشم بله زنده برو عرضی دیده خواهرم فقط بعد از همین ماه مبارک رمضان انشاءالله به خدمت شما هستیم انشاءالله باشین سلامت باشین یک خواهش دیگه از شما دارم ببخشید دیگه بعضا هم میشین یک خوندنه که تو خوندن بکنم خواهرم چشم معذب نمیشین هم دیگه به ملی سنگ تراشا به ملی سنگ تراشا به زیردک شلماشا دیگه نمیرم به مله دیگه نمیرم به مله از اون مله کلاقی من بردن دیگه نمیام به مله رفیقی هم اتاق مرگ بودم دیگر نمیام به مله رفیقی هم اتاق من چی باشه دیگر نمیام به مله سنگ تراشا بزرده پتی ماشا مرا کرده پریشان دیگر نمیام به مله وای دیگر نمیام به مله با قربانی دمی دروازه میشون دیگر نمیام به مله صدا تور میشنو استادنشون دیگر نمیام به مله صدا تور میشنو مدور و نزدیک دیگر نمیام به مله مثال گونچه ای گل تازه میشون دیگر نمیام به مله یک جان تشکر کنه ببخشید بعضا شدیم دیگه از بیشتر وقت شما نمیگیرم خوش شدم صدا شما شنیدم و همکار خانم سلام زیاد برسانیم وقت شما خوب و خوش خداحافظ شما تشکر خواهر گل من فامیل محترم سلام برسونیم بخیر باشید خداحافظ شما بخیر باشید بله بفرمایید به خدمت شما خود معرفی کنیم الو سلام علیکم سلام علیکم صحت شما خوبه الحمدلله شما خوبه انتیار خوشحالی نماز روزی شما قبول
همچنین از شما طاعت و عبادت شما قبول باشه. از آلمان تماس میگیرم برای آقای امینی، نیمجان و جانو آقای غلامی. محبت شما. تشکر میکنیم از لطف همه شما که ما تشویق میکنیم. از آقای نیمجان و آقای امینی خواهشمندن که به جغاره هم برم یک مصاحبه بگیرن که ما ببینیم. حتما انشالله چشم نریم بخیر. همونطور که اینجا گفتم بعد از عید بخیر انشالله در خدمت هستیم. همین 3 ساعت پیشم ما به جغاره بودیم. 3 ساعت پیشم ما به جغاره بودیم، نمایشنامه داشتیم که ثبت کردیم، با انشالله پخش میشه میبینیم. تشکر. ما همیشه مصاحبه های شما رو تک به تک ما نگاه میکنیم میبینیم، خیلی ما خوشحالیم و دعا خیلی ما به شما میکنیم خداوند شما رو سی و سالم داشته باشه و مملکت ما صلح و صفا و آرومی بیاره که ما بخیر باز بیاییم به کنار شما بشینیم. الهی آمین. میگم برای من وقتی که نگاه میکنیم همین سابسکرایب و لایک هم حیات شما کنه میره انشالله. نه انشالله نه انشالله. کو بریم اول یک دفعه همین زنگولگه که فشار دیم ببینیم. چشم چشم. گردن هم من فشار دادیم زنگولگه که بچه ها نیم ما که خود والا بلد نیستم، بچه ها نیم بچه ها بیایم چشم. خوبه خیر ببینید تشکر. آیا شما نه که برای وقت خوشیم ببینید یک دمی سیح کنیم وقت صبح شده. نه انشالله نه بابا، ما از پیشه ما میبینیم آقای نیمجان، آقای امینی، آقای غلامی، ما همیشه میبینیم شما. ما کن نوکر شمانیم، به خدمت شمانیم. از هم دولت سرمی استادا ما هم یک چیزی کمک بشدیم انشالله به خدمت شمانیم. چشم چشم چشم. ما وقت شما رو میگیریم، پشت خطی داریم، شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپریم، ما را هم دعا فراموش نکنید. خداوند شما رو عزت بده. تشکر. همچنین. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. السلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ الو. سلام برادر گلم. خوبیم سلامت، جان شما جوره؟ زنده باشیم. شما نام خدایش تو کاکولا ریختی و لباسا سفید از کدو شهر به تماس شدیم کدو کشور. یار جان از آلمان به تماس شدم از شهر فرانکفورت. ما انشالله به خودم پیش مانیم همسای معلم و آفر رای به تیاره. تیاره خوشحال هسته؟ شکر فضل خدا. شما زنده باشیم. بله بفرمایید در خدمتیم. اینترنت ما ضعیفه مثل که